ما سیمرغیم. روزگاری همه پرندگان سرگردان گرد هم آمدند تا چاره‌ای برای رسیدن به آرمان‌هایشان ببینند. در میان آنان هدهد دانا پیش آمد و راه نجات و رسیدن را در سیمرغ یافت. پرنده‌ای بزرگ و خردمند، فراتر از قدرت و ثروت، که راه رسیدن به او سخت و دشوار بود. در کوه قاف پرندگان که راهی جز این نمی‌دیدند قصد عزیمت کردند و سیلی عظیم به راه افتاد. دشواری‌های مسیر چنان بود که در هر وادی عده‌ای جا زدند و تسلیم ترس جان و مال شدند. کم کم تعدادشان اندک شد، اما آنان که مانده بودند به مسیر ادامه دادند. سرانجام در بلندی قله قاف آینه‌ای یافتند، آینه‌ای از جنس حقیقت. پرندگان که از دیدن سیمرغ ناامید شده بودند به آینه نگریستند و امید و آزادی را یافتند. سیمرغ که بزرگی و خرد را در خود یافتند. سیمرغ که قدرتشان فراتر از جان و مال بود. سیمرغ که به آرمانهای خود رسیده بودند.